8 ساعت باید خو کنی. این پیام اسلام است. از پورنوگرافی یا هم فساد اخلاقی باید دور باشی. این پیام اسلام است. زندگی اجتماعی باید داشته باشی، پرسان خواهرت کنی، پرسان بیادرت کنی. این اسلام است. با خدایت باید قبل از دیدن شیطان ملاقات کنی. این پیام اسلام است. و این پیامای خیلی کوچک ما فراموش کردیم. وقتی میگیم اسلام، ما این را آوردیم به این که دست ببر، ما این را آوردیم به این که یک کس را اعدام کن، ما این را آوردیم به این که یک کس را سنگسار کن، ما این را آوردیم به این که ایجاب به شکل جبری معرفی کنی. بیادر، تو اگه میگی که حکومت فعلی سرم ایجاب جبری کرده، ایجاب بان 5 وقت نماز میخوانی؟ نه. خدایت یاد میکنی؟ نه. پرسان خواهر و مادرت میکنی؟ نه. از عمل دور استی؟ نه. پورنوگرافی از فساد اخلاقی دور استی؟ نه. اولویت‌های اسلام عملی کردی. وقتی تو اولویت‌های اسلام عملی نکنی و گم شوی در دموکراسی، بعد میگی خب اسلام نمیخوایم. چرا نمیخوایم؟ به خاطر که حکومت فعلی میگه ایجاب کو. چرا باید ایجاب کنی؟ خب نفری ما باز دیده نمیتونم. من خود گلبهار با نفری خود میگشتم، من خود یک رستوران نفری خود ماچ میکردم، من خود فیلمای لوچ میدیدم. آله خود تیک تاک نیست، من نمیتونم فیلمای لوچ ببینم. از او خاطر مخالفت با اسلام داریم. چرا؟ چون اسلام مخالف خواهشات نفسانی است. اسلام مخالف اصول شیطانی است و ما فالوور یا تعقیب کننده شیطان و نفس هستیم. پس چطور بتانیم ما بگوییم که نه، من نمیخوایم یک مرد اسلامی باشم؟ من یک بچه رو دارم، میگه من دفتر یک نفری دارم. مخالف طالبا چرا هستی؟ خب اگه طالبا آمد باز مرا میگه دفتر باید که نفریت نگردی. پس ما مخالف اسلام نیستیم، ما مخالف چیزهایی هستیم که باعث تباهی ما میشه و نمیخوایم که او را از دست بدیم.